آمده پیش شبلی میگریست. شیخ پرسیدش که این گریه چیست؟ یک آدم در پیش ابوبکر شبلی اولیای خدا گریه میکرده است. با این حضرت گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت شیخا دوست بود آن من کس فراقش کس جمالش زنده بودی جانی من. دی بیمردم من بیمردم از غمش، شد جهان بر من سیاه از ماتمش. گفت حضرت یک رفیق داشتم، هر وقت میدیدمش جانی تازه میگرفتم. دین روز هم رفیقم مرد، دیگر دنیا در چشمم سیاه و تاریک تنگ شده است. شیخ گفتش چون دلت بیخیش از اینست، این چه غم باشد سزایت بیش از اینست. شیخ گفت همین خیلی ترد مصیبت تنگی، همین جای غم خریم جای غم خوریه سزاد ای بدتر شوه. دوست دیگر گزین ایار تو کونه میرد تا نمیری زار تو. و تو یا دوست انتخاب که کی نام بره که در حسرت شدم نسوزی. تو دوستی تا با پروردگار برقرار کن، با الله دوست باش، منیش پروردگار باش. در شبها بخیز در پیش پروردگار روز نیاز بگو. وقتی نماز بخونی نماز را طرزی بخون که خدای تعالی. عزیز با دقت همه شما میرسونیم که اکای بختیار یا مهاجری تاجیک در نزد بازار صداباد آفیسی جمعه یعنی برای سلامتی یکایک ما و شما کشودن. و اگر شما میخواهید که تبابت گیرید و از بیماری ها رها یابید، شما میتونید با انواع رقم های در زیر بوده زنگ زنید، مراجعت کنید و یا اینکه با یوتیوب کانال اکای بختیار ابونه شوید و هر ویدیویی که میتوانید از آن خدای تعالی ما را مشاهده میکنه. کو حضرت گفت که الاحسان ان تعبد الله، احسان این است که خدا را طرز عبادت کنی که انک تراه، گویا که میبینیش. فان لم تکن تراه فانه یراک، زیرا اگر چند تا قدرت دیدن الله نداری پروردگار تو را میبینه. کو پروردگار ناظر حال تای. کو دوست دیگر گزین ایار تو کونه میرد تا نمیری زار تو. چند صورت آخر صورت پرست، جانی به معنی از صورت نرست. عاشقی همین مصنوع شوه. تو چه قدر عاشقی مصنوعاتی، اینقدر صورت پرستی میکنی. هر کشد بر عشق صورت مبتلا، هم از اون صورت فیتر در صد بلا. انسانی با عقل با خیرت دوستیش با پروردگار برقرار میکنه. با خدای تعالی که دوست شده، این خدای بزرگ هرگز تنهات نمیگذاره. در همه جا همراه تای، همیشه دستگیر تای. حضرت عبدالله ابن عباس پسر به 10 سالی به بلاغت نرسیده بود. میگه بار پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که یا غلام اینی اعلمک بکلمات. ای پسرک گفت یاد چیزا که تعلیم میتم در یادت بگی. احفظ الله یحفظک، خدا را حفظ کن تا اینکه خداوند همیشه محافظ تو باشه. احفظ الله تجده تجاهک، الله همیشه حفظ کن در دلت، در زبانت، در عملت، در هر کجایی که رفتی انشاءالله وجه پروردگار را میبینی. رحمت خدا در پیش دای، نعمت خدا در پیش دای. وقتی تو خدا داری دیگه غمی کی داری؟ آخی اعلم، آگاه باش. گفت ان الناس لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء فلا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. آگاه باش. گفت اگر همین تمامی مردم عالم جمع شوند که یگان فایده و منفعت به تو برسونن، فقط همون مقدار فایده رسوندن میتونن که خداوند در همون نصیبه تو نوشتگی در تقدیرت ای او زیاد رسوندن نمیتونن. اگر نوشته باشه که هیچ فایده و منفعتی کسی به تو نمیرسه، به خدا قسم همه کار هدره، هیچ نمیرسه. و این اجتمعوا علی ان یضرک بشیء فلا یضرک الا بشیء قد کتبه الله علیک. اگر همین تمام مردم عالم جمع شوند که یک زیان و ضرری به تو برسونند، از دست شو کاری ساخته نیست مگر همون مقداری که خدای تعالی در تقدیری تو نوشتگی. ای او زیاد دیگه یگان که زیان و ضرر تو رسوندن نمیتونه. همین کسی که یارش پروردگار در قصه چیزی نیست به خدا قسم، پروای کسی را نداره، پروای چیزی را نداره. بیبی ربیعه عدویه میگه نظر کرده بود که اگر به شرط آزاد بشم
خونه پروردگار شکمولت میرم زیارت بکنم. از بصره است بیبیرو بیام. از همین بصره تا شهر مکه مکرمه تصور کنه این چند هزار کیلومتره در مدت 7 سال شکمولت رفته است. یک آدم خداجوی دیگر دیدش حالی زور شدید، یک خیمه چش خرید داد، یک کنیزه که دیگه داد که اگر خدمت شما کنم. مقصد یک که کشم پزه رابعه در راه کعبه 7 سال رفت بر پهلو زهی تاج الرجال. او نه یک زن بود بل 100 مرد بود، از قدم تا فرق عینی درد بود. بعد یک بهار بدست بیبی رابعه در روی همه خیمه شیشتگی ذکر خدا و یاد خدا کرده است که کنیزه بیرون میبروید دشت چی خیلی او کنی وقتی گلی لوره میبروید در همین بهار به درجه مزه بشه. دشت اولیمتویا در تابستون تماشا کردن نمیشه که بهار برق میشد میکنه با درجه مزه بخشروه همین گلی لوله برومدگی در بین علف سبز هم که خشروه همین خب منظرهای زیبایی داره. درومد با وجد گفت یا سیده گفت ای یک بار بیرون ببرو ای تو سن ای پروردگار رو ببین. و گفت هی نادان تو اینجا بشین تو صانع ببین. شما میکنی صنعت بشین اینجا صانع ببین. تجلی نوری پروردگار رو در قلبت احساس کن. بیدیل میگفت در وقتی دعا که خدا آخر در بر ما کشا. رابعه آنجا مگر بنشسته بود گفت ای غافل کی آن در بسته بود. یک از گریه دار ای خدا در رحمت باز کن، ای خدا در نعمت باز کن. بیبی رابعه همجا میشنید است ای جاهل گفت کی همون در محکم بود که نو بازد کنه. آخه او در شبانه روزی بازای بروی تو فرصت استفاده بر غنیمت بدون. خشاب حالی کسی که وقتی دوست انتخاب میکنه پروردگار را دوست انتخاب میکنه. سبحان الله. اگر به شرطی که یگان یار و رفیق هم در دنیا انتخاب کنه فقط به خاطر الله انتخاب میکنه، به خاطر اون انتخاب میکنه که همون یار و رفیق اگر ما بود و یگان کمبودی شدید اصلاحش کنه، اگر یک کجروی شدید در راه راست هدایتش کنه، اگر تنبلی شدید تأکیدش کنه که مردک خوب پشت در سرت بگی. المسلم و مرآت المسلم، مسلمان آینه مسلمان دیگر است. همین دوستی اگر به همین شکل باشه انشاءالله به انسان رونق میبخشه، انسان برکت میوه دوستی و این رفیقی. همیشه سعی کنه که با کسی دوستی کنه که فردا روز قیامت همنشین شه. با کسای دوستی کنه که دوستی الله هستند، دوستی رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، محبت به اسلام دارند، خادم شریعت هستند، در عبادت پروردگار مستقیم هستند. اگر همین طایفه را که به دوستی انتخاب کردیم وعده و بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم است المرء مع من احب. مرء همراه محبش حشر می شود انشاءالله. یقینا زیرا این خبری پیامبر صادق است، یقینا انشاءالله فردا روز قیامت قطعا دوستت حشر می شود، دوستانه خیلی می شود. همین حضرت محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه صحابی بزرگ پیغمبر بسیار شیردل بودی. کعب الاشرف یهودی را همین کس کشتگی